و ان الله لمع المحسنین. در هیچ کجای قرآن خداوند اعلام نکرده که من همراه ظالمینم. شنیدید خدا بگه ان الله مع الظالمین مع المنافقین مع المستكبرین؟ مع المسرفین نگفته. این سندیت رو به هیچ احدی نداده که کسی رو خدا حساب باز بکنه. هیچ ظالمی نمیتونه روی خدا حساب باز کنه. همونطوری که در وصف حضرت علی میگن هیچ ظالمی طمع نکرد که یک روزی حضرت علی در صفش قرار بگیره. میگن هیچ ظالمی طمع نکرد. فرقی نمیکنه، همه یاران پیامبر اینطوری بودن و هیچ مظلومی هیچ موقع ناامید نشد که یه روزی این بزرگواران پشتشو خالی بکنه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خداوند این سندیت رو به هیچ ظالم و منافق و کافری نداده، اما این سندیت رو به مؤمن داده، به محسن داده، به نیکوکار داده، به کسی که نیت خدایی داده. دیگه چی سندی میخوایم برای تقویتمون؟ برای این که انگیزه در ما ایجاد بکنه. ما دو تا مسئله داریم، یکی این که خدا از فلانی راضی باشه، ثواب بهش بده، این یک طرف قضیه است. نه هر کسی که خدا بهش رحم میکنه ثواب بهش میده خدا همراهشه. خوب دقت بکنید، این که خداوند به کسی ثواب میده فرق تا این کسی که خداوند معیتشو بهش داده. شاید ثواب به هر کسی هم بده. هر انسان خوبی که امر به معروف و نهی از منکر هم نمیکنه خدا ثواب بهش میده. هر کسی نماز شخصی خودش خوند خدا بهش ثواب میده. هر کسی تو خونش تلاوت قرآن کرد خدا بهش ثواب میده. هر کسی روزه پنجشنبه دوشنبه گرفت خدا ثواب بهش میده. هر کسی تسبیح دستش گرفت تو خونه نشست ذکر کرد 1000 بار 10,000 بار خدا بهش ثواب میده. اما معیت نداره. معیت فقط برای دعوتگرانه. معیت خدا فقط برای کسانی است که برای بندگان خدا قدم برمیدارن. معیت برای مصلحین اجتماعی برای رضای خداست. معیت برای مبلغینه. معیت یه چیز دیگه است. حالا این معیت تاجر دعوتگر میتونه داشته باشه، عالم دعوتگر میتونه داشته باشه، معلم دعوتگر میتونه داشته باشه، دانشجو میتونه داشته باشه، ورزشکار. هر کسی در جامعه برای رشد بندگان خدا در کنار مسائل و عبادت‌های شخصی خودش و فردی خودش داره تلاش میکنه موفقه. معیت خدا همراهشه. حضرت موسی وقتی به قوم بنی اسرائیل گفتن که به بنبست ما را آوردید، به بنبست ما را قرار دادید، گفت کلا ان معی ربی سیهدین. تمام شد و رفت. متردد نشید. کلا ان معی ربی. کلا کلمه زجره، توبیخه. دیگه این حرفا تکرار نکنید. ان معی ربی. نماز شخصی خوندن و عبادت شخصی کردن کافی نیست برای معیت خدا و سندیت خدا در زندگی. فلانی کاری به خیر و شر جامعه نداره، خیلی آدم خوبیه. تعریف آدم خوب چیه؟ نماز 5 وقتش میخونه، روزه رمضانش میگیره، تلاوت بعد از نماز صبحش داده میشه، ذکر و دعاش داده میشه. اینا که هم مال خودشه. برای بندگان خدا چه کار کرده؟ اینا که هم مال خودشه، منتی نیست. کلا ان معی ربی. معیت فقط مال. حالا اگر معیت میخوای ان تنصر الله ینصرکم، تموم شد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی.
هر روز انسان میتونه با نیت خیر خدایی و نیت خیر برای بندگان خدا و قدم خیر خودشو به عنوان کانالی در اختیار خدا بده که خداوند خیرشو از اون کانال اون عبور بده، سرازیر جامعه بکنه. از این بهتر میشه که من و تو بشیم کانالی برای خدا که خداوند هدایت، توفیق، علم، دانش، تقوا، خوبی، خیر، انفاق از کانال ما عبور بده، به بندگانش برسانه. هر زمانی که این نیت کردی و نیت تجدید کردید، شما به عنوان کانال ماندگار خواهید شد، یا کانال خیر یا کانال شر.